نادرست، با حرفایی که نباید بزنه. یک داستان استادی تعریف میکرد درباره زن کاملی. تو این نامه هم نوشته که همسرم منو کتک میزند. خیلی کار زشتیه. زن کنیز مرد نیست، زن مکمل مرده، زن ایمان مرده، زن تقوای مرده، زن مسکن مرده، زن لباس مرده، زن امنیت و آرامش مرده. زن که نباید کتک زد، دختر مردم که نباید کتک زد، مادر بچه هاته. با کتک که دردی دوا نمی شود. با مشت و لگد و فحش‌های ناموسی به همسری که مادر بچه هاته، انتظار دارید بچه هات را فرشتگونه تربیت کند؟ نمی شود همچین چیزی که جلو بچه ها مادر رو لگد مال بکنید.